مقامش که بخواد بسم الله علی ملت رسول الله بسم الله علی ملت رسول الله ما بسم الله ما تختارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت جوانان عزیز همدران عزیز امروز نمیخوام صحبت کنم در باره مرگ بس میخوام یک دو حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم براتون صحبت بکنم در باره رحمدلی جوانان عزیز امروز چقدر ما حتی نشد است که ما جوانان ما مردم نه فقط برای برادر مسلمان امروز نعوذ بالله روز آمده است که پدر با پسر رحم نمیکنه جوانان عزیز وقتی که پدر با پسر که رحم نکنه بعد الله مهربان این درد اندوه و غم ایری امت چه به بالا کنه یه حدیث صحیح را براتون شرح میکنم ان شاء الله دعا میکنم که حدیث حضرت انس روایت میکنه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که والذی نفسی بیده لا یضع الله رحمة الا علی رحم قسم به اون ذاتی که جان محمد در دست اوست الله مهربان رحم نمیکند به اون شخصایی که به اون انسانهایی که تا مادام در روی زمین به دیگر رحم نمیکنید جانان عزیز رحم بسیار چیزی مشقت است رحم بسیار چیزی است امروز اگر نظر کنیم این پسر 1 ساله و 8 ماهه نخواد که پدر با ضرب لط پسر خود در قتل برسونه جانان عزیز این به والله قسم میکرد نشانه قیامت است من ندا برای همون جوانایی میکنیم که امروز در بعض جاها ما جنازه میخونیم حتی امر معروف و نهی از منکرات در شبکه‌ها میمونن و در کامنت‌ها مینویسن بعضی نوجوان مردم مینویسن که ما ترسیده خواب هستیم همین جنازه ها در شبکه‌ها نپرتید چرا پیش از جنازه ها در شبکه‌ها بسیار توی حافظی میپرتافتن کنسر میپرتافتن چرا یادت نمیگفته که حافظی را بس کنه که الله غضبش بالا ما بیاید چرا امروز میگی جنازه ها نپرتید که ما خودمون ترسیده خواب هستیم در غم اندوه هستیم جنازه ها نپرتید انا میخوای خدا که دور شدن گرفتیم خدا هم میخوای عذاب بالای ما شما برادران میفروره ای جوان مرده که در ته کامنت‌ها مینویسه که امر معروف جنازه ها رو نپرتید ای جوان مرده که میگوید که ما خودمون در غم اندوه هستیم از الله شرم داریم مادامی که با موسیقی و با کنسر با فواحش تماشا میکردی یک بار نمینویسی که جوانا بس کنه فواحشم بس کنه موسیقی پرتانه که عذاب خدا برای ما شما بیا اینا بسای ما آمد امروز که جوان مرد پسر 1 سال و 8 ماه خودش را با آزار بزدن با قتل رسان آیا این برای ما شما ماتم نیست آیا برای ما شما این غضب خدا نیست که پیامبر اکرم چی میگه الراحمون یرحمکم الرحمن یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء ای جوانا پیامبر برای ما شما میگه رحم کنه در روی زمین با اون شخصا تا اینکه مادام از آسمان برای شما رحم کرده شود تا با والله قسم رحم اگر نمیکنه به یکدیگر امروز با یار برادر نه امروز ببینید که پدر با پسر خودش رحم نمیکنه وای به حال اون دیگه جوانا رحم که داشتی جوانان عزیز با والله قسم وقتی سخن میکنم گیره مادرم میبینم مرا دلام نش میزنه این طفل بیگناه چه گناه داره که این پدر بیرحم زده است ای الله شرم داریم پیامبر اکرم میگه که والذی نفسی بیده لا يدخل الجنه الا رحیم داخل بهش نمیشود اون شخصیتی که رحم ندارد اون شخصیتی که بیرحم است در قلبش کبر و غرور دارم مادامی که رحم نداریم با زن فرزند خود خود ادعا میکنه که ما جنت میدارم الله میگه وسعت رحمت علی کل شیء الرحمت الله همه جا را احاطه کرده است چرا رحمت نمیکنیم رحم به یکدیگر نمیکنیم جوانان عزیز تا مادامی اگر ما به یکدیگر رحم نکنیم تا مادامی اگر ما به یکدیگر دوستی مهر و محبت نکنیم این آفت الله از باره ما شما نمیگه جوانان عزیز ما با کدام زبان با شما صحبت بکنم این برای یکی ما و شما این یکی از نشانه قیامته که امروز با چشممون دیده استیم که جوانان عزیز ما با والله قسم برادران
امروز برایش من قصه میکنم. الله مهربان در سوره عبسه بسیار با عظمت برای ما شما فرماید که یوم یفر المرء من اخیه. الله قیامت در دنیا آورد. برادر نظر بکنه، الله قیامت در دنیا با شما نشان دهیسته. یک از میگه چیه؟ الله در سوره عبسه چی میگه؟ یوم یفر المرء من اخیه. در روز قیامت برادر از برادر میگریزه و صاحبته و بنیه، از زن و فرزند میگریزی، از پدر و مادرت میگریزی. برای چی؟ امروز ویروس گفته قطعی برادر سلام علیک نمیکنی. امروز ویروس گفته یک برادر نظری ادینا میذاره در خانه کراتین گفته میگریزی. وای با والله قسم در جنازه اشتراک کردم، حتی پسر گفتم که در قبر بمان پدرتا قطعیش خیر خوش که بوسه از پیشانیش بگو پدر جان دیدار تا قیامت. با والله قسم از مرگ پدرش گریخت. آیا برای ما شما آفت نیست؟ آیا الله مهربان در دنیا برای ما شما نشان نیست؟ این همین روز بینه که امروز کرانتین گفتم در جنازه اگر اشتراک نمیکنیم باید دیگر سلام نمیکنیم، از دوری بس گفتم. در حدیث صحیح پیامبر اکرم میگه که وقتی شما در دنیا اگر در خرید و فروش در معامله کردن فند فریب میکنید، دین الله را فراموش کردید، قانون الله را ناپسندی کردی، نماز نخواندیم، روزه نگرفتی، رحمدلی نکردی، الله همین ویروس در بالات میاره. ای جوانا با مردم رفتار خوب بکنید. که پیامبر چی گفت؟ یک از پیامبر اکرم سوال داد عن اکثر ما یدخل الناس الجنه. ای رسول معظم اسلام، آیا در جنت چه شخصیت رو بسیار میدرویند؟ پیامبر چی گفت؟ التقوى الله. یکم گفت تقوای زیبا، خدا ترسی. دیمش و حسن الخلق، با مردم رفتار زیبا کردن. اول رفتار با اهل بیت زیبا کن، اول با زن رفتار زیبا کن، با فرزندان زیبا کن. من براش من قصه میکنم. یک روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و در مسجد نشسته بود، موعظه المعروف میکرد. دید که یک مرد در کنج مسجد بسیار گیره داره. پیغمبر ما بسیار و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. با والله قسم پیغمبر ما رحمت بود، نه فقط برای مسلمان ها، برای کل عالم بشر رحمت بود. پیغمبر ما الله چی میگه؟ ای محمد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ای محمد ما تو را فرستادیم برای عالمین رحمت. این به رحمت از امت محمد نیست. حتی پیامبر اکرم با دشمناش رفتار زیبا میکرد. اکثر صحابه از رفتار کردار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن. ما چه شخصیت هستیم که در قلبم رحم دارم. ای جوانا، بعد پیامبر اکرم آمد نزد جوانمرد این بردک، گفت که تو چرا اینقدر گیره داری؟ این قصه برای پدر همین شخصیت دخالتی میکنه. گفت که ای رسول اکرم 11 تا فرزند من خودم به دست خودم کشتم. گفت 11 تا فرزند من خودم به دست خودم کشتم، 10 تاش فراموش کردم، یک تاش از خاطرم نمیبرایم. در دوره جاهلیت، در دوره پیش از اسلام مشرکان در خانه دختر تولید میشد، زینده و زینت دختراشون هم میکشتن. گفت که یک روز گفت میذارم خانه، در خانه کودک 5-6 ساله دخترک در حولی بازی داره. اولا ما پرسیم این کی است؟ اولاش گفت که ای شوهر جان، اینا از تو پنهان کردم، از تو بجای کلانش کردم، فقط که ما کلان شویم دستی ما را بگیره. این مردک میگه که در این نقد در پیغمبر خدا کرده، مرا جاهلیتم عمل مشکل کردم، مرا طاقت نماند. اولا ما گفتم که سر دهان دختر را بشان خانه خیر سوار ما توی میبرم. چه گفت سر دهانش بشان، گفت خانه خیر سوار توی میبرم. اولاش خرسان که الحمدلله شوهری ما اصلاح شده، دیگه نمیکشه فرزندام. من گفتم سر دهانش شستم، لباسش پوشاندم، پیش از دست دادم در شوهرم، گفتم که ای شوهر جان، دختر جان ما ساق سلامت بیا با در دستم بسپار. من گفتم دخترش با آواز بلند میگه که دادا جان مرا توی میبره. دختر من میگه دست میگرفتم از کوچه برا رفتم، در نیمه دخترشم بازی میکنه، میگه که مرا دادا جانم توی میبره. خلصان بود که مرا دادا جانم توی میبره. دخترم میگه با عقل بود، وقتی دست میگرفته بود که وقتی ما از کوچه برا آمدیم دخترم فهمید که مرا پدرم کشتنی میبره. در پیش باشش غلط دیدم، گفتم دادا جان تو مرا گفتی که من دوست می‌دارم، تو مرا گفتی دوست می‌دارم، تو مرا کجا بردی؟ دختر من کاسه کرده بردم در چاه پارت افتم. آخران سخنش این بود که دادا جان تو مرا فریب کردی، تو مرا گفتی دوست می‌دارم، دخترت همین بود، مرا کجا میبری؟ مرا تو جام دوست می‌دارم، تو را من دوست می‌دارم. دادا جان
میگه رسول اکرم همین آوازان سخن دکترم ایادم نبرویا پیامبر اکرم این خیلی انسان ها رو تربیت در دین میکرد. امروز ما نخوب برادرای خودمون تربیت کردن نتونیم. ای برادرها ما از الله دعا میکنیم خداوند با شما رحم دل بگردونه. خداوند این مادری که در مصیبت از خداوند این مادرم با فرزند صالح و صالح نصیب بگردونه و خداوند این پدر این طفله که با رحم بگردانه برای ما عبرت بشه که ما معامله خودمون با فرزندمون زیبا بکنیم. این طفل بیگناه ای جوانا هوشیار شویم. با کدام کاری ما رو الله با برکت بده، با کدام کار عملی ما رو الله با آفت برای ما بگیره. جوانای عزیز خداوند یکی ما شما توفیق بده. خداوند جمله امت محمد با رحم با شوق بگردانه. خداوند مادر ما رو صبر جمیل بده و خداوند باقی مانده اهل این خانواده را صبر جمیل عطا بفرسته. در حق یکدیگر دعا بکنیم جوانان عزیز. این دنیا برای یگان تیما شما نمیمونه، برای چی که حضرت مولوی میگه که اندیشه از مرگ مصطفی باید کرد، اندیشه از مرگ مصطفی باید کرد، شادی و طرب جمله رها باید کرد. او با شرف و عزت خود باقی نمان، ما را طمع خام چرا باید کرد. پیامبر معظم اکرام صلی الله علیه و سلم در دنیا الله وظیفه‌اش داد همون گفت که الیوم اکملت لکم دینکم، دینتون کامل شد. بعد از 9 روزش الله مهربان به قبض روحش ملک الموت جوابمون کرد. او که در دنیا وظیفه داشت ما وظیفه نداریم. چرا در دنیا باید ادعا میکنیم که در دنیا 2 روزه شهوات دنیا را پیش میبریم. مرگ فراموش نکن جوانان عزیز، مرگ فراموش نکنی. در دنیا یگان کس باقی نمیمونه. کل من علیه فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. خداوند یکی ما شما توفیق بده. خداوند این مادرم صبر جمیل عطا بفرسته. پروردگار جمله امت محمد با شوق با رحم دل بگردانه تا اینکه ما در جمله در بین برادران رحمه. خداوند از قلبای ما کی به دور بگردانه. خداوند این برادری که پسر خود قتل کرد خداوند او را توفیق بده و دیگه برادران عبرت بشه که رحم بکنن به دیگرشون. الله مهربان سفر این دو درجه مناجات جنت فردوس بگردانه. خداوند یکی ما شما رحمت مغفرت کنه. در این قبرستان چی برادرها پا و خواهرها خواب باشن خداوند همشون را